پسر چوپان هر روز گوسفندان روستا را به چرا می برد. او از تنهایی خسته شده بود و می خواست مردم را سر کار بگذارد. پس فریاد زد: گرگ، گرگ! مردم با چوب و سنگ دویدند تا کمک کنند، اما وقتی رسیدند دیدند گرگی نیست. چوپان خندید و گفت: فقط شوخی کردم. چند روز بعد دوباره فریاد زد: گرگ، گرگ! مردم باز دویدند، اما این بار هم خبری از گرگ نبود. آنها عصبانی شدند و گفتند: اگر دوباره دروغ بگویی دیگر کمکت نمی کنیم. یک روز واقعاً گرگ آمده بود و به گوسفندان حمله کرد. چوپان با ترس فریاد زد: کمک کنید، گرگ حمله کرده! اما هیچ کس باور نکرد. گرگ چند گوسفند را برد و چوپان فهمید دروغ گفتن باعث می شود دیگران به آدم اعتماد نکنند.